سلام فود هوم پلاسیای عزیز. امروز قراره یه مرغ پروانه‌ای داخل فر رو بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشین. یه ظرفی رو داخلش آب بریزین، بعد نمک، مقداری سرکه. حالا وقت اضافه کردن فلفل سیاه، تخم گشنیز، چند عدد برگه بو. حالا باید مرغتون رو داخلش بذارین. مرغ باید به مدت 12 ساعت داخل یخچال با همین مواد بمونه. پس بعد از 12 ساعت این مرغ رو در بیارین. بعد از 12 ساعت مرغتون رو در بیارین. این آب رو دور نمیریزیم چون به آبش نیاز داریم. حالا کامل مرغتون رو خشک کنید. حالا به کمک قیچی شروع میکنید این قسمت کمر رو کامل در بیارید. بعد که اینطوری شد به این حالت جدا کنید. حالا مرغتون رو برگردونید به این حالت. فشار کامل سر کنید، تختش کنید. بعد از اینکه این استخونش رو شکستید و کامل مرغمون حالت پروانه‌ای در اومد، برید داخلش رو کامل بشورین. یه قابلمه بیارین. بعد اون آبی که اول ویدیو گفتم دور نریزید رو بذارید، بریزید روش، بذارید 20 دقیقه بجوشه. این باعث میشه که مرغتون بوی زخمش از بین بره. فرتون رو بیارین و از قبل فرتون رو بذارید که گرم بشه. کف سینیتون رو سیب زمینی های حلقه‌ای، هویج و فلفل دلمه و پیازهای حلقه‌ای بچینید. به این حالت که شد بذارید کنار. حالا مرغتون رو بیارین و به مقدار فراوون زعفرون بمالید روش. حسابی زعفرون مالیش کنید. زعفرون مالیش که کردین یه ظرف بیارین، ادویه ها رو داخلش بریزین. پاپریکا، فلفل سیاه، پیاز و جعفری، سیر. کره رو آب کنید و به مواد اضافه کنید. کره رو که اضافه کردین خوب مخلوط کنید و دوباره مقداری زعفرون بریزید. مرغ رو داخل سینی بذارید. از سس کامل بزنید روش. مقداری آب تو کف سینیتون بریزید. مرغتون رو فویل پیچ کنید. بره که داخل فر بپزه. فرتون رو از قبل گرم کنید به مدت نیم ساعت. درجهش روی 200 باشه و تایمش روی 1 ساعت. 1 ساعت با فویل و 1 ساعت بدون فویل. حتما هم باید از بالا و پایین حرارت باشه. حالا 1 ساعت مرغ ما پخته با فویل. حالا باید فویلش رو برداریم. حسابی از مواد روش بزنید و بره داخل فر. بری که بپزه. بعد از 2 ساعت مرغ شما همینقدر خوشگل و خوش رنگ میپزه. حالا بریم بذاریمش داخل ظرفمون و دورچینش کنیم. اینم از مرغ پروانه‌ای خوش عطر و خوش رنگ ما. چطور شده؟